سلام، خوش اومدین به کانال ما. اگه آموزش‌های قبلی رو ندیدین، میتونین به کانال ما سر بزنید. امروز آموزش یه هوش مصنوعی دیگه به نام کیوون رو داریم. امیدوارم خوشتون بیاد. با ما همراه باشید. برای وارد شدن به این سایت، kiyuven.ai رو سرچ می‌کنیم و منتظر میمونیم تا صفحه چت باز بشه. در این قسمت زبان رو انتخاب می‌کنیم. با انتخاب این گزینه میتونین برنامه این هوش مصنوعی رو دانلود کنین. برای چت هم این گزینه رو انتخاب می‌کنیم. مراحل ثبت نام رو با حساب گوگل و یا با ایمیل انجام میدین. در این قسمت میخواد شما ایمیلتون رو تایید کنین. در مرحله بعد ازتون میخواد کاری که میگه رو انجام بدین تا مطمئن بشه که شما ربات نیستین. بعد از همه این مراحل صفحه چت باز میشه. در نوار کنار آیکون این هوش مصنوعی رو مشاهده میکنید. با انتخاب گزینه نیو چت صفحه چت جدیدی براتون باز میشه. با نوشتن متن مورد نظر در این قسمت میتونین سرچ انجام بدین و در این قسمت هم همه چت ها رو نمایش میده که در حال حاضر چون چتی ندارم خالیه. با این گزینه میتونین نوار کنار رو ببندین. با انتخاب این آیکون هم صفحه چت جدید باز میشه. در این قسمت هم میتونیم نسخه های این هوش مصنوعی رو مشاهده کنیم که ما از اولین مدل به عنوان بهترین و بروزترین نسخه این هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم. در این قسمت پرامپت یا متن مورد نظرمون رو می‌نویسیم. این دو گزینه که الان غیر فعاله برای فکر کردن و اطلاعات بیشتره و بعدی برای سرچ کردنه. اگه می‌خواین سند، تصویر، ویدیو یا صدای ضبط شده‌ای رو آپلود کنید، با انتخاب این آیکون میتونین این کارو انجام بدین. در این قسمت کارهایی که این هوش مصنوعی انجام میده رو مشاهده می‌کنیم. بریم امتحان کنیم. اولی ادیت عکسه. میتونیم با انتخاب این گزینه و پرامپت درست، یعنی از کلماتی که برای هوش مصنوعی قابل درک باشه، عکس مورد نظرتون رو ادیت کنین. به این توجه داشته باشین که وقتی بخواین ادیتی بر روی چهره داشته باشین، ممکنه هوش مصنوعی باگ داشته باشه و چهره رو تغییر بده. پس بهتره تاکید کنید که تغییری در چهره ایجاد نکنه. من عکسمو وارد کردم و گفتم بک‌گراندشو تغییر بده. منتظر میمونیم تا نتیجه رو بهمون بده. اینم ادیت تصویر من. چون گفتم بک‌گراند رو تغییر بده، چهره رو عوض نکرده. حالا بریم برای ساخت صفحات وب. در این قسمت خودش پیشنهاد داده که وبسایت شخصی یا فروشگاهی بسازه. من گفتم وبسایت شخصی بسازه. بریم ببینیم چی کار میکنه. خودش کدها رو مینویسه و در نهایت وبسایت رو نمایش میده. میتونین در ادامه با پرامپت جدید بخشی رو حذف یا اضافه کنید و در نهایت میتونین کدها رو کپی و استفاده کنین. برای جستجوها و تحقیقاتی که به منابع بیشتر و قابل اطمینان نیاز دارین، میتونین از این قابلیت استفاده کنین. من بهش گفتم مقاله‌ای درباره سرطان بنویسه. چون موضوع کلی بود، چند تا سوال کرد تا بتونه موضوع رو درک کنه، بعد شروع به نوشتن کنه. و لیست منابعی که استفاده کرده رو هم آورد. بریم سراغ گزینه بعدی، ساخت عکس. با این گزینه میتونین سایز عکس رو انتخاب کنین. مرحله بعد پرامپت مورد نظر رو بهش دادم. حالا باید منتظر ساخت عکس بمونیم. گزینه بعدی ساخت ویدیو. بهش گفتم که ویدیو بسازه که مردی در کافه در حال خوردن قهوه باشه. ویدیو رو ساخت. کیفیت نسبتاً خوبی داره ولی چهره مرد رو نشون نداده. با پرامپت جدید میتونین این تغییر رو ایجاد کنین. وقت کمی داریم پس این کار رو به خودتون میسپارم. انجام بدین. اگه مشکلی بود حتماً بپرسین. با این گزینه هم میتونین بهش بگین کد بنویسه و یا کدهای شما رو بررسی کنه و دیباگ کنه. من بهش گفتم با زبانهای مورد نظرم کدهای صفحه لاگین رو بنویسه. با انتخاب این گزینه حالت پیشنمایش رو میتونین مشاهده کنین. گزینه بعدی برنامه‌ریزی. میتونین از این گزینه برای برنامه‌ریزی‌های دقیق استفاده کنین. من بهش گفتم برای خوندن زبان برنامه هفتگی بده. همونطور که میبینین برنامه رو با جزئیات هر روز نوشت و منابع و کتابای مورد نیاز رو هم داده. گزینه بعدی اخبار. این هوش مصنوعی این قابلیت رو داره که با سرچ در وبسایت‌ها اخبار رو بهتون بگه. با کلیک بر روی شماره‌هایی که برای هر خبر وجود داره، به سایتی مراجعه میکنه که این خبر رو ازش گرفته. شما میتونین با بررسی سایت از صحت خبر مطلع بشین. گزینه بعدی مربوط به آنالیز عکس. شما میتونین از جداول و نموداراتون عکس بگیرین و به این هوش مصنوعی بدین تا براتون آنالیز کنه و اطلاعات مورد نیازتون رو دریافت کنین. من ازش یه کار ساده‌ای خواستم که عکسی که بهش میدم رو آنالیز کنه.
همونطور که می‌بینین، کامل عکس رو بررسی کرده و با جزئیات توضیح داده. حتی با توجه به اینکه لوگوی گراک روش بود، تونست حدس بزنه این عکس رو از گراک گرفتم. از گزینه بعدی میتونیم برای خلاصه کردن کتابای طولانی و جزئیات استفاده کنین. برای من کتاب سمفونی مردگان رو خلاصه کرد و گفته. با این گزینه، این هوش مصنوعی درباره موضوعی که شما بهش دادین، توصیه‌هایی میده. گزینه بعدی برای نوشتن بهتون کمک میکنه. در هر زمینه‌ای میتونین بهش موضوع بدین تا براتون بنویسه. حتی داستان. من بهش گفتم برام مقاله‌ای درباره هوش مصنوعی بنویسه. بریم با هم خروجیشو ببینیم. در نهایت گزینه آخر که بهت کلی ایده میده. کافیه موضوع بهش بدی تا بهترین ایده ها رو بهت بده. به نظرم برای معلم‌ها و فعالان در تولید محتوا که همیشه به ایده های زیاد نیاز دارن، گزینه عالیه. من بهش گفتم برای پیج اینستاگرام که در حوزه آموزش فعالیت میکنه ایده بده. همونطور که میبینین ایده رو داده، محتوا رو هم گفته، حتی توضیح کوتاهی داده که در ویدیو درباره چی میشه صحبت کرد. به نظرم خیلی جذابه. ممنون که تا اینجا همراه ما بودین. این ویدیو هم به پایان رسید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگه سوالی داشتید بپرسید. حتما جواب میدم. اگه نقد یا پیشنهادی داشتید، خوشحال میشیم که بهمون بگید تا بتونیم بهترین ویدیو رو برای نگاهتون آماده کنیم. اگه کانال ما رو سابسکرایب نکردید، ویدیوهای ما رو از دست ندید و سابسکرایب کنید. زنگوله رو فعال کنید تا از ویدیوهای ما باخبر بشید. ممنون از همگی و خدا نگهدار.